پیر و بزرگوار عالم، سلام علیکم و رحمت الله. بعد وضعیت فقر و بدبختی افغانستان، نتیجهش یتیمان روی سرک برای لقمه نان برای خانه اش. بچه جان بیدار شو. آفرین بچه. نام تو چیه؟ بلند شو. یک بلند شو. بلند شو. آفرین. نام تو چیه؟ نام تو چیه؟ چی؟ علی خان. خانیت کجایه؟ پیر مجید رسول اکرم. پدر داری؟ پدر تو مریضه؟ سوخته پدر تو؟ مادر تو کجا عزیزم؟ خب این یک پسر بچه ای که پدرش سوخته. در کجا سوخته بچه؟ در چی؟ تیل پترول سوختانده بچه را، دیگه کارگر نداره. این بچه مظلوم اومده در دوی سرک خوابیده اینجا تا کسی برای ازی یک مقدار نان غذایی برایشان بده. انشالله از مؤمنین خیر تقاضا مندیم که دست یتیمان و بیچاره ها و فقرای مظلومین افغانستان بگیره. این وضعیت پسر بچه‌ای در لبی سرک، انشالله که همکاری بکنین. خدا انشالله خیرتان عوضتان عنایت بکنه. بچه‌ای که باید در این سن سال در آغوش پدر و مادر بزرگ شد با ناز نعمت باید مکتب بره درس بخونه، ولی اینجا برای لقمه نان خوابیده. انشالله که خداوند عوضش برای شما عنایت بکنه، همکاری